به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. معرفی کتاب چگونه یونگ بخوانیم. کتاب چگونه یونگ بخوانیم نوشته دیوید تیسی و ترجمه سپید حبیب هستش و نشر نیل اون رو در سال 1400 منتشر کرد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. از همون ابتدا میرم سراغ اصل کتاب و مقدمه مترجم و مقدمه نویسنده کتاب رو فاکتور میگیرم و با هم دیگه کتاب رو ورق میزنیم. یونگ چندین سال پیش از ملاقاتش با فروید به کندوکاو در ضمیر ناخودآگاه مشغول بود. آزمون تداعی واژه که نشان میداد چگونه طرز حرف زدن تحت تاثیر مشکلات ضمیر ناخودآگاهت را پدید آورده بود. ایده عقده تکه‌های جدا شده روان با یک هستی نیمه خودمختار را ارائه کرده بود. با پیر ژانه در پاریس به مطالعه روان آسیب شناسی دانش اختلالات روانی پرداخته بود و با اویگن بلویلر در زادگاهش زوریخ به پژوهش در اسکیزوفرنیا دست زده بود. کار فروید یونگ را علاقه‌مند کرد، زیرا فروید خاستگاه‌های روانشناختی بیماری روانی را بررسی کرده بود و یونگ احساس کرد این موضوع می‌تواند بر بخش‌های دور از دسترس ذهن نوری بیفکند. فروید از علاقه یونگ استقبال کرد، چون او را بسیار هوشمند و به شدت با انگیزه و توانا در فراتر بردن دعوی روانکاوی از وین یهودی به دنیای روانپزشکی و جهان غرب مسیحی یافت، جایی که فروید مشتاق پیشروی در آن بود. فروید در سال 1908 به کارل آبراهام نوشت: پیوند یونگ با ما بسیار ارزشمند است، زیرا او میتواند روانکاوی را از خطر تبدیل شدن به کاروباری صرفاً یهودی نجات دهد. او یونگ را وارث و ولیعهد لقب داد، ولی چیزی از این اعلام نگشته بود که یونگ شروع کرد به بیان ناخشنودیش از دیدگاه‌های فرویدی. یونگ دیدگاه‌های فروید را محدود به همان فرضیات ماده گرایانه یافت که او به نبرد با آنها در روانپزشکی رفته بود. یونگ حتی در همان سال 1908 به منتقد آنچه او جزمیات فروید مینامید بدل شده بود. جزمیاتی چون میل جنسی در مراحل نخستین زندگی، اصرارش بر اینکه همه نشانه‌ها را باید در تروماهای دوران کودکی پیجویی کرد. پیروی بیچون و چرایش از عقده اودیپ و رویکرد غالبیش به نمادگرایی رویا که در آن همه چیز نمادی از آلت تناسلی مردانه یا محول بود. یونگ با الگوی فروید که روان را متشکل از فرامن، من، ایگو و نهاد یا فرومن میدید هم موافق نبود. برای او اینها تقسیم بندی هایی دل بخواه و ساده انگارانه بودند که چشمانداز روان را آنطور که باید توصیف نمی کردند. فروید به ژرفاها می رفت، ولی به گفته یونگ تعصبش او را از درک آنچه می دید باز می داشت. یونگ می خواست همه چیز در روانکاوی دگرگون پذیر و نامحدود باشد تا پذیرای این امکان باشد که نیروهای حاکم بر آینده نیز مانند نیروهای حاکم بر گذشته در شخصیت نقش بازی کنند. یونگ در پی مفهوم گسترده تری از لیپیدو یا زیستمایه یا انرژی رویکردی بیشتر نمادین به رویاها و به رسمیت شناختن حرکتی رو به جلو در روان بود. به نظر می رسید فروید می خواهد همه چیز را به ابتدای کودکی مرتبط کند. یونگ در پی آن بود که نشان دهد روان وادارمان می کند پیش برویم و شخصیتی نو و جامع‌تر بیافرینیم.
همه این عناصر موجب ناکامی فروید بود. او نمیخواست یونگ روان را به ساحتی شاعرانه یا ادبی منحرف کند. ساحتی که در آن قوانین گنگ فلسفی بر آنچه بر ذهن فرمان میراند حکم فرما باشند. یونگ اندیشمندی نمادگرا بود و کارش ریشه در سنت رمانتیک آلمانی و سنت فلسفی یونانی داشت. اندیشه‌های بزرگ و نیروهای اسطوره‌ای یا کهن نمونه‌ای برایش جذابیت داشتند که هرگز با عقل و منطق توضیح پذیر نبودند. یونگ معتقد بود کهن نمونه‌ها همراه با زندگی به ما اعطا می‌شوند و باید همچون ساختارهای بنیادین زندگی پذیرفته شوند. این برای فروید بیشتر به رازورزی شبیه بود تا علم ناب. پدر یونگ کشیش بود و مادرش هم فردی مذهبی به شمار می آمد و شجره نامه‌اش در خاک تفکر دینی ریشه داشت. با اینکه یونگ اعمال مذهبی پدر در کلیسای کالوینی سوئیس را کنار گذاشته بود و به جا نمی آورد، ایمانش را به حیات روح حفظ کرده بود و رویکرد فروید را که برای هر مشکلی دلیلی عقلانی می جست بازدارنده و محدود می‌دید. یونگ مفهوم ضمیر ناخودآگاه فروید را با این استدلال رد کرد که ذهن صرفاً شخصی نیست، بلکه ابعادی جهان شمول و دینی دارد. کهن نمونه‌ها که او آنها را اشکال جهان شمول ضمیر ناخودآگاه جمعی تعریف می‌کرد، نه از تجربه شخصی فرد که از قلمرو افلاطونی عقاید و خاطرات پیشینیان سرچشمه می‌گیرند. یونگ از بسیاری جهات از اخلاف فکری افلاطون است که قلمرو آرمانی، سور تجریدی یا ساختارهای ماورای طبیعی نادیدنی را مطرح کرد، در حالی که فروید وارث ارسطوست که کوشید جهان را به وسیله عقل و منطق درک کند. مفاهیمی که یونگ مطرح کرد در زمان همکاریش با فروید از 1906 تا 1913 هنوز کاملا پرورانده نشده بودند. فروید آنها را در اشکال اولیه و تازه شکل گرفته‌شان دید و با این حال بیش از آنچه باید دیده بود از نظر فروید یونگ علم را کنار گذاشته و به تفکر جادویی روی آورده بود. می‌دید که یونگ شک باوری نگرش علمی را با اعتقاداتی در زمینه دین، نظام کیهانی و فلسفه جایگزین کرده است. از یک نگاه حق با فروید بود و من با اندوه و تشویش او همدردی می‌کنم. یونگ با شهود خود به مرتبه‌ای از واقعیت روانی می‌پرداخت که طبعاً علمی نبود و فروید یا باید علم را کنار می‌گذاشت و از یونگ پیروی می‌کرد یا یونگ را کنار می‌گذاشت و به علمی که می‌شناخت می‌چسبید. او دومی را برگزید. یونگ فیلسوفی دینی با دغدغه‌های علمی بود. به عقیده من هرگز نمی‌توان او را دانشمندی تمام عیار به شمار آورد. آرزو داشت دیگران هم در این جستجو به او بپیوندند. ولی بیشتر همکاران علمی در برابرش صف کشیدند. اگر او به مرزهای علم احترام نمی‌گذاشت، آنان که پاسداری آن مرزها را بر عهده داشتند نیز احترامی به او نمی‌گذاشتند. انجمن پزشکی بریتانیا در سال 1913 برای تحقیق در زمینه روانکاوی کمیته‌ای به ریاست ارنست جونز، یکی از چهره‌های اصلی مکتب فروید، ترتیب داد که بخشی از دستورالعملش این بود که یونگ و آثارش را بی‌اعتبار کند. به نظر می‌رسد این کمیته موفق شد و تأثیرش هنوز هم احساس می‌شود. تداعی‌های منفی درباره یونگ و آثارش هنوز هم اذهان متخصصان را رها نکرده است. در نتیجه هرگاه در همایش‌ها یا بحث درباره مقالات موضوعی مرتبط با یونگ مطرح می‌شود، جامعه پزشکی تمایل دارد این عناصر را نامتعارف، غیر علمی یا بی‌پایه و اساس بداند.
قطع رابطه فروید و یونگ شاید امری گریزناپذیر بود. موضوع تکان دهنده این بود که دو اندیشمند تا این اندازه ناهمگون، یکی تحت فرمان شک و یکی تحت فرمان اعتقاد، چطور توانسته بودند آن همه سال رابطه نزدیکشان را ادامه دهند. لابد هر دو تردیدهای خودشان را نسبت به دیگری داشتند، ولی تردید را به وسیله علایق مشترک سرکوب می‌کردند. فروید باید خیلی زود دریافته باشد که یونگ اندیشمندی خیالاندیش و خیالباف است. یونگ هم باید به این نتیجه رسیده باشد که فروید به علم متعهد است و انحراف از آن را بر نمی‌تابد. یونگ امید داشت که آتش دستیابی به حقیقت بر فروید غالب شود و فروید امیدوار بود یونگ به خودش بیاید و وسواس‌های مذهبیش را کنار بگذارد. در نهایت امیدها و رویاهای هر دو مرد فرو ریخت و مجبور شدند واقعیت بی‌پیرایی تفاوت‌هایشان را بپذیرند. ولی بازنده اصلی در این جدایی تمدن غرب بود. اکنون ما باید طلاق میان علم و دین، تجربه گرایی و فلسفه را دوباره به بحث بگذاریم. زمانه یونگ برای آشتی میان این دو عنصر به وضوح متضاد ذهن خیلی زود بود. چالش آینده در رشته روانکاوی و البته فراتر از آن التیام این انشقاق است و هرگاه این اتفاق بیفتد تضاد میان دین و علم حل و فصل خواهد شد. هم فروید و هم یونگ اندیشمندان بزرگی بودند. با این حال بزرگی یونگ شاید تنها در آینده روشن شود، زیرا آثار او با وظیفه‌ای در آینده مرتبط است که همانا کشف دوباره تمامیت زندگی و راضی نبودن به اکتشاف تکه‌های آن با قواعد تخصصی. قطع رابطه با فروید نه تنها اعتماد و اعتبار یونگ را نابود کرد، بلکه از سال 1913 تا 1919 آشوبی نزدیک به جنون در او پدید آورد که آن را در زندگی نامش خاطرات، رویاها و تأملات که در سال 1961 نوشته است توصیف می‌کند. این سالها سرشار بود از خیال پردازی‌ها، فوران‌های روانی و افکار آشفته. بی‌ثباتی، اضطراب و شهودهای پیش آگاهانه را تجربه کرد. هر روانپزشکی این دوره را یک فروپاشی روانی ارزیابی می‌کند، ولی پیروان یونگ دوست دارند این دوره را با حسن تعبیر رویارویی او با ضمیر ناخودآگاه یا یک ناخوشی شمنی بنامند که بر زایش خویشتنی نو و یونگی بالغ و بالیده مقدم بود. با این حال در این واقعیت هیچ توهین و تحقیری نیست که یک شفادهنده تازه کار روان از همشکافته انسانی و شفادهنده شکاف میان دین و علم اول ناچار باشد روح در همشکسته خود را شفا دهد. پیامبر یا رازورز نامیدن او رسمی غلط و نابجا بود و فروید از این مسئله به میزان زیادی علیه یونگ استفاده کرد. در نهایت پاسخ ما به یونگ بستگی دارد به اینکه وظیفه پیوند دادن علم و دین را تا چه حد ارزشمند بدانیم. اگر با ارزشمند بودن آن موافق باشیم، یونگ را می‌ستاییم و به نقشش در تاریخ اندیشه احترام خواهیم گذاشت. اگر بپنداریم پیوند علم و دین اتلاف وقت است، برای یونگ و آثارش ارزش چندانی قائل نخواهیم بود. یونگ در پی آن بود که روان را با ظاهری با شکوه و رنگارنگ ترسیم کند و ژرفا و محدوده‌های الهی و اهریمنی آن را آشکار سازد. برای مادیت بخشیدن به روان مفاهیمی چون روح، جان، آنیما یا مادین روان و آنیموس یعنی نرین روان را از ادیان کهن وام گرفت. اگرچه این اصطلاحات قرنها مهجور مانده بودند، مهمتر از همه به روان در مقام ساحتی امروزی برای تجربه دینی نمایی اسطوره‌ای داد. دین برای پدرش پل جایگاهی آنجا در تاریخ، در سرزمین‌های مقدس
در انجیل و در آیین و سنت داشت. در حالی که کار یونگ می‌خواست دین را در اینجا در نیروهای عظیم روانی، در برهم کنش تضادهای روانی، در رویاها و پنداره‌ها و در ساختارهای ذهنی ببیند که در هنر، خیال پردازی، اسطوره، ادبیات و نمادگرایی متبلور می‌شوند. این همان اسطوره یونگ برای مدرنیته است. پیشکش چیزی برای ایمان به آن. خدا نمرده بود، بلکه نام و مکانش را تغییر داده بود. رستگاری به فردیت یابی، یعنی به هنر معنوی انسان کامل شدن تبدیل شده بود. علم هرچه پیش می رود نسبت به امکانهای رازآمیز شکل، ماده، زمان و مکان نگاه بازتری پیدا می کند. به نظر می رسد دگرگونی‌های فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیستشناسی، پزشکی و روانشناسی در جهتی که یونگ می گفت پیش می رود. علم پسامدرن از مسلک عقل‌گرایی عبور کرده و بیش از پیش پذیرنده امور رازآمیز کلنگر، گمان پردازانه و جهان شمول است. کهن نمونه‌ها و ناخودآگاه جمعی یونگ دیگر به اندازه قبل نامانوس نیستند. دگرگونی پسامدرن در جهت دور شدن از ساده سازی و رفتن به سوی الگوهای گمان پردازانه تر است که در آنها علم و دین را میتوان سازگار یا همزیست دانست. یونگ اشتباه نمی‌کرد، فقط جلوتر از زمانه خودش بود. وقتی آتش گردآوری اطلاعات به جستجوی خرد و دانایی تغییر جهت دهد، آثارش از حاشیه بیرون می‌آیند و نقش اساسی تری در شکل دادن به آگاهی و فرهنگ خواهند یافت. دوره پسامدرن بیش از هر چیز دوره‌ای است که حاشیه‌ها را به چشم می‌آورد، دوره‌ای که در آن مرکز و حاشیه جا عوض می‌کنند. 1. زبان نمادها و رویاها. ما نمادها را ناخودآگاهانه و فی‌البداهه در رویاهایمان می‌سازیم. برای نمونه، یکی از بیمارانم زنی مست، ژولیده و هرزه را در رویا دید که او را همسرش می‌خواند، در حالی که در واقعیت همسرش زنی کاملاً متفاوت بود. پس گزاره رویا تکان دهنده و کاملاً برخلاف واقعیت است. ولی در هر حال رویا چنین میگوید. طبعاً چنین گزاره‌ای پذیرفتنی نیست و همچون رویایی مهمل بیدرنگ از ذهن بیرون رانده می شود. اگر اجازه دهید بیمار به تداعی آزاد درباره رویا بپردازد، به احتمال زیاد می کوشد تا جایی که می شود از چنین فکر تکان دهنده‌ای فاصله بگیرد تا عاقبت به یکی از عقده‌های اساسیش برسد. ولی شما از معنای این رویای خاص چیزی سر در نخواهید آورد. منظور ضمیر ناخودآگاه از چنین گزاره‌ای به وضوح غیر واقعی چیست؟ روشن است که رویا در پی بیان ایده زنی فاسد و منحط است که ارتباط نزدیکی با صاحب رویا دارد. این ایده به همسرش فرافکنی شده، همان جایی که گزاره غیر واقعی شده است. پس رویا به چه چیز اشاره دارد؟ اذهان زیرک و موشکاف قرون وسطی می‌دانستند که هر مردی همسرش حوا را پنهانی در تنش حمل می‌کند. این عنصر زنانه در هر مرد بر اساس اقلیت ژن‌های زنانه در ساختار زیست شناختی مردانه است که من آن را آنیما نامیده‌ام. این عنصر زنانه متشکل است از انتساب‌های پست و فرودین به اطرافیان و به ویژه زنان که به دقت از دیگران و نیز از خود پنهان می شود. شخصیت آشکار یک مرد ممکن است کاملاً به هنجار جلوه کند، در حالی که روی آنیمای او گاه وضعیتی رقتبار و اسف‌انگیز دارد. در مورد صاحب رویای ما هم چنین بود. روی زنانه او خوشایند نبود. گزاره رویا وقتی میگوید داری مثل یک زن فاسد رفتار میکنی، درباره آنیمای او درست به هدف میزند.
رویا با همان شدتی که برای صاحب رویا لازم است به هدف می‌زند. با این حال نباید چنین رویایی را گواهی بر ماهیت اخلاقی ضمیر ناخودآگاه دانست. رویا صرفاً تلاشی است برای برقراری تعادل در ذهن خودآگاه نامتعادل که این افسانه را باور کرده بود که مردی به تمامی شریف و متشخص است. چون این تجربیاتی به من یاد داد که به تداعی آزاد بی‌اعتماد شوم. دیگر تداعی هایی که مرا به بیراهه می برد و از گزاره آشکار رویا دور می کرد دنبال نکردم. در عوض بر متن موجود رویا به عنوان موضوعی که ضمیر ناخودآگاه به آن توجه کرده بود متمرکز شدم و شروع کردم به طواف به دور خود رویا، جوری که نگذارم لحظه‌ای از برابر چشمانم دور شود. درست همان گونه که یک شیء ناشناخته را آنقدر در دست میچرخانیم تا تک تک جزئیاتش را درک کنیم. یونگ باور داشت روان نمادها را خودجوش و فی‌البداهه می‌آفریند. رویاهای ما به طور کامل از نمادها که یونگ آنها را از نشانه‌ها متمایز کرده است ساخته شدند. نشانه‌ها عبارتند از نام‌ها، علامت‌ها یا تصویرهایی که به چیزی شناخته شده اشاره دارند. برای مثال کلمه همسر نشانه‌ای است که به یک فرد شناخته شده یعنی شریک زندگی این مرد اشاره دارد، ولی نمادها در سطح متفاوتی کار می‌کنند و به چیزی اشاره دارند که هنوز شناخته نشده است. همسر در یک رویا به واقعیتی درونی و روانی اشاره می‌کند که با واقعیت بیرونیش همخوانی ندارد. برای یونگ یک واژه می‌تواند همزمان کارکرد یک نشانه یا یک نماد را داشته باشد، بسته به اینکه ضمیر ناخودآگاه آن را برای اشاره به واقعیت‌های درونی به کار برده باشد یا نبرده باشد. یک نشانه دلالتی روشن و آشکار دارد و با منطق قابل درک است، در حالی که یک نماد مرموز است و تنها با شهود یا درک شاعرانه میتوان آن را فهمید. این دانش ادراک نمادهاست که مورد توجه و علاقه یونگ است. هر آنچه ژرف، پرمغز و ناآشکار است او را جذب می‌کند. مطالعه نشانه‌ها فرد را به سوی نشانه شناسی، زبان شناسی و تحلیل گفتمان هدایت می‌کند. مطالعه نمادها به اسطوره شناسی، دین و فلسفه راهنمون می‌شود. از نگاه یونگ، ضمیر ناخودآگاه نه از دنیای اجتماعی بیرونی که از مرتبه روانی درونی سخن می‌گوید که مستقیما درک‌پذیر نیست. ضمیر ناخودآگاه به شیوه خودش واقعی است، ولی نه آنطور که ما معمولاً واقعی می‌خوانیم و نمادها نزدیکترین راهی هستند که ما را به این قلمرو ناشناخته نزدیک می‌کنند. رویاهایی شبیه آنچه یونگ از بیمارش نقل می‌کند پریشانساز و رویارویی کننده‌اند، زیرا به صاحب رویا می‌گویند که او نمی‌خواهد چیزی درباره خودش بداند. به او می‌گویند خود دیگری در درون شخصیتش هست که روشنا یافته، هرزه و نامحترم است. به عبارت دیگر حضوری دردسرساز و مشوش کننده دارد که در تقابل با نقاب اجتماعی عمل می‌کند که با واقعیت سازگار شده و مردی متشخص را به نمایش می‌گذارد. یونگ همسر موجود در رویا را آنیما نامید و آن را بخش زنانه شخصیت مرد دانست که دارای کمترین رشد یافتگی است. از آنجا که این بخش ناخودآگاه است، بر زنان و اشخاص بیرونی فرافکنی شده است. مرد نمی‌داند که او آنیما نیز هست. این شخصیت را هم از خود نشان می‌دهد و تحت اختیار و تأثیر این زن است. در زمان اسطوره قرون وسطی یک مرد همسرش حوا را پنهانی در تنش حمل می‌کند. از نگاه منطقی نامعقول به نظر می‌رسد، ولی یونگ باور داشت این همان شیوه‌ای است که ضمیر ناخودآگاه زندگی درونی روان مرد را به بیان در می‌آورد. ضمیر ناخودآگاه همچون یک جهان موازی است که انباشته از خودها و چهره‌های درونی است که تا حدودی با مردمان دنیای روزانه ما
همخوانی دارند، ولی به هیچ وجه نمی‌توان آنها را به واقعیت‌های بیرونی تقلیل داد. از نگاه یونگ خودهای رویا از لحاظ روانشناختی واقعی‌اند، اعتبار هیجانی خود را دارند و باید همچون اشخاص با آنها رفتار شود. ذهن ما شرطی شده که تصور کند تنها آنچه می‌بینیم و لمس می‌کنیم واقعی است. ولی یونگ این دیدگاه را زیر سوال می‌برد و روانشناسی او درک ما را از واقعیت به چالش می‌کشد. یونگ اندیشمندی برآشوبنده بود، زیرا این عقیده را مطرح کرد که شواهد حاصل از حواس ما گول زننده‌اند و عقل سلیم چیزی نیست جز ساختاری مبتنی بر شرطی سازی بیرونی. در مقابل فروید باور داشت تصویرهای رویا پسمان یا بازتاب افراد یا رویدادهای دنیای روزانه ما هستند. او رویاها و خیال پردازی‌ها را تا حدود زیادی در سطح عینی تفسیر می‌کرد، جوری که انگار به چیزها و فرایندهای بیرونی اشاره دارند. یونگ این نگاه را یک پیش‌داوری غربی دید و این بحث را مطرح کرد که ما بی اختیار و به اشتباه به رویاها همچون بازتاب پدیده‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهیم. او این گونه استدلال می‌کرد که برای درک رویا نیازمند آن هستیم که اصل را بر یک واقعیت درونی قرار دهیم که اشخاصی درونی در آن ساکن هستند و یونگ آنها را کهن نمونه‌ها می‌نامید. آنیما یکی از این کهن نمونه‌های اصلی است که عمدتاً در روان مردانه یافت می‌شود و آنیموس کهن نمونه اصلی دیگری است که عمدتاً در روانشناسی زنان وجود دارد. یونگ برخلاف فروید رویاها را در مرتبه ذهنی تفسیر می‌کرد که به ابژه‌ها و چهره‌های درونی اشاره می‌کنند. رویاها توضیح دنیای روزانه یا نسخه سانسور شده و دوباره اجرا شده نمایش‌های کودکی نیستند، بلکه خود بازنمایی یک واقعیت درونی هستند. اگر بتوانیم به مفهوم فضای درونی انباشته از چهره‌های نمادین و نیروهای اسطوره‌ای فکر کنیم، تازه شروع کرده ایم به تفکر به شیوه یونگ. او این شیوه را تفکر درونگرا نامید، در حالی که تفکر فروید از اساس برونگرا بود و به سوی اشیا یا افراد بیرونی راهنمون می‌شد. اگرچه فروید به بررسی واقعیت درونی پرداخت، این کار را با نگاهی برونگرا انجام داد که اغلب موجب می‌شد امور درونی را بازتاب خیالی اشیاء بیرونی ببیند. درونگرا و برونگرا اصطلاحاتی هستند که یونگ ابداع کرد تا حدودی با این هدف که تفاوت میان جهتگیری خودش و فروید را توضیح دهد و این اصطلاحات اکنون به واژگان روزمره وارد شدند. تفکر به شیوه یونگ نیازمند تلاش و آموزش است، مگر آنکه فرد طبیعتی شهودی و درونگرا داشته باشد که در آن صورت تفکر به شیوه یونگ کاملا برایش عادی است. برای نمونه بیمار یونگ ممکن است از خواب بیدار شود و بیاندیشد که رویا تصویری مهمل و بی‌معنی بوده است. زن مست و ژولیده با همسر او در زندگی واقعی هیچ شباهتی ندارد. شاید احساس کند رویا فریبش می‌دهد و یکی از ترفندهای ذهن است. با وجود این، اگر بتواند ادراکش را تغییر دهد و زن را نماد وجهی ناشناخته از خودش ببیند، آنگاه تفکری روانشناختی و درمانی پیدا می‌کند. از نگاه یونگ به محض آنکه این دگرگونی رخ دهد، ما منطق رویا را می‌فهمیم و یادگیری از آن را می‌آغازیم. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. امیدوارم از کتاب‌های سری یونگ بتونم کتاب‌های زیادی رو براتون بخونم و شما هم دوست داشته باشید و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.